سلام. من شوبیرم. اگه اولین باره که منو میبینین خوش اومدین. اینجا داریم کتاب دونکیشوتو میخونیم. لینک پلیلیست رو میذارم در قسمت دیسکریپشن، میتونید برید از اول شروع کنین، با ما همراه باشین. اگرم که از بیننده های قدیمی هستین، مرسی. بریم برای ادامه داستان. اوکی. خب یه مرور با هم بکنیم. اول از یکی از جذابترین قسمت های کتاب تا اینجا که خوندم، دوباره دیباچه. فقط میگم برید ببینید چون من نمیخوام مرورش کنم. بعد فصل اول عنوانش بود در باب خصال و افعال نجیب زاده نامدار دونکیشوت مانچ، که با دونکیشوت آشنا شدیم، فهمیدیم اینقدر کتاب خوند رد داد و تصمیم گرفت که خودش هم مثل اون کتابایی که میخوند بره یک قهرمان پهلوان سرگردان بشه. فصل دوم در باب نخستین خروج دونکیشوت فرزانه از ولایت خود، که اسبش که اسمش روسینانت بود و برداشت و زره و کلاه خود نیاکانش هم برداشت و زد به دل جاده. رسید به یه، به نظر من خرابه طور که فکر میکرد قصره. یه سری دختر اونجا بودن که به قول کتاب لولی بودن و این فکر میکرد که مثلا شاهزادن و پرنسسن و خلاصه در توهم دیگه، تا فقط همه چیز براش اوکی و عالی بود، فقط اینکه عنوانش رو نتونسته بود بگیره، عنوان پهلوانی رو. تنها نگرانیش این بود. بعد فصل سوم در باب آنکه دونکیشوت به چه شیوه شیرین عنوان پهلوانی گرفت. راجب این بود که این بیدار بود و یه چی میگن، داشت حالت این شکلی بود که آقا من تا عنوان پهلوانی نگیرم بیدار منافقم، یه همچین چیزی بود. شب شد. بعد اینا دوتا از چوپونا اومدن مثلا آب وردن از بغل چاه. اینا بغل چاه بوده. بعد میگه که اگه دست بزنی به نیزه من ببین نابودی. با دست میزنه و نابود میشه واقعا. اصلا یکم دارک میشه داستان. بعد دیگه کاروان سرادار تحمل مسخرگی های مهمان خود را کافی دانست و تصمیم گرفت پیش از آن که بدبختی دیگه روی بدهد هرچه زودتر آن درجه لعنتی پهلوانی را به او اعطا کنه. واسه درجه پهلوانی بهش میده و میگه برو. فصل چهارم هم خیلی جالب بود، در باب ماجرایی که پس از ترک کاروانسرا بر سر پهلوان ما آمد. وقتی که کاروانسرا رو ترک میکنه میره، دو تا داستان خیلی جالب داره. یکیش همونه که یه دونه چوپونی، یه دونه نمیدونم چی بود، یه چوپانی که برای یکی دیگه کار میکرد، ارباب، یه برای اربابی کار میکرد، یه چوپون مثلا جوونه، حتی شاید ما الان بهش میگیم نوجوون طور، داشته رد میشده میبینه این نوجوونه چوپونو بسته به یه درخت، همین شکلی داره مثلا شلاقش میزنه و تنبیهش میکنه و اینا. و بعد این میره این داستان رو حل و فصل کنه که واقعا که از عجیب ترین خیلی آدم به فکر فرو میره که چی شد الان، حق با کی بود، این چرا ویل کرد رفت. اصلا خیلی خیلی داستان جالب. اینم برید ببینید. و بعدش هم ماجرای دیگه که براش اتفاق میافته، اون کاروان چیزه، کاروان سرا نه، کاروان که فکر کنم داشتن
پارچه تاجر بودن یه همچین حالتی بود که میره بهشون گیر میده که میگه که باید بگین که اون دلسینه که معشوق استاد هست، میگه باید بهشون بگین که این زیباترین زن جهانه. بعد اینا هم یکم میفهمن که این یکمی مثلا در توهماتش داره زندگی میکنه. بعد خلاصه کم ایسکاشو میگیرن و در نهایت یک کتک مشتی میخوره حضرت دونکی شد و بذاری آخره دو پاراگراف آخرش رو بخونم. پاراگراف آخرش رو میخونم. و اما پهلوان همین که خود را تنها یافت بار دیگر کوشید تا از زمین برخیزد، ولی او که به هنگام تندرستی و سلامت بدین کار توفیق نمی یافت، اکنون با تن چنان کوبیده و آسیب دیده چگونه می توانست؟ با این همه دون کیشوت به دل خود بد نیاورد و این نامرادی را لازمه زندگانی و مقدر پهلوانان سرگردان دانست، به خصوص که تمام آن را به حساب خطای اسب خود گذاشت. باری از زمین برخاستن به علت آنکه تنش چندان خرد و خمیر شده بود برای او میسر نبود. یه جوری زدنش که اصلا تو زمین پاشه. خب بریم سراغ فصل 5، آنجا که داستان نامرادی پهلوان ما ادامه می‌یابد. دون کیشوت چون دید که به راستی نمیتواند از جا بجنبد، تصمیم گرفت که به درمان معمولی خود متوسل شود، یعنی به فصلی چند از کتاب‌های پهلوانی خیش بیاندیشد. خیلی جالبه این جمله. درمان معمولی خود متوسل شود یعنی به فصلی چند از کتاب‌های پهلوانی خیش بیاندیشد. و جنونش در دم او را به یاد ماجرای بودون و مارکی دومانتو انداخت، به هنگامی که شارلو بودون را مجروح و نالان در کوهستان به جا گذاشت. داستانی که کودکان می‌دانند و جوانان می‌شناسند و پیران می‌ستایند و حتی باور می‌کنند و با این همه مانند داستان معجزات محمد واقعی است. باری به نظر دون کیشوت چنین آمد که داستان بودون عمدن و برای تطابق با وضع خود او به یادش آمده است. این بود که درد شدید خود را آشکار کرد و بر روی زمین غلتیدن گرفت و با ناله‌ای ضعیف شروع به خواندن کلماتی کرد که میگویند آن پهلوان مجروح در کوه گفته بود: آه ای دلبر من، کجایی که چندان پروای درد من نکنی، یا از حال زارم خبر نداری و یا دلبری غدار و ناپایداری. و بدین گونه به خواندن ترانه ادامه داد و چون به شعری رسید که میگوید: ای مارکی دومانتوی بزرگوار، ولی نعمت و عموی من، قضا را در همان دم گذار گذار یکی از دهقانان ساکن ده خود دون کیشوت که همسایه نزدیک وی نیز بود و بار گندم به آسیا می برد از آنجا افتاد. چه نمیفهم. قضا را در همان دم گذار، نمیفهم. وی همین که آن مرد را بر زمین افتاده دید نزدیک رفت و از او پرسید که کیست و دردش چیست که چنین ناله های جانسوزه. چی شد؟ بیمار که این بدین فهمیدم چی شد. میگه که این داشته یه شعری میخونده. خب بدین گونه به خواندن ترانه ادامه داد و چون به شعری رسید که میگوید: ای مارکی دومانتوی بزرگوار، ای ولی نعمت و عموی من. این داشته میخونده: قضا را در همان دم گذار یکی از دهقانان ساکن ده خود دون کیشوت که همسایه نزدیک وی نیز بود و بار گندم به آسیا می برد از آنجا افتاد. یکی از همسایه های دون کیشوت که داشته اونجا رد می شده دون کیشوت رو می بینه.
وی همین که آن مرد را بر زمین افتاده دید و نزدیک رفت و از او پرسید که کیست و دردش چیست که چنین ناله های جانسوز از دل برمی کشد. دون کیشوت بیشک چنین پنداشت که آن مرد عموی او مارکیدومانتوست. وای. این بود که به جای جواب به خواندن باقی ترانه که در آن بودون داستان نامرادی خود و عشقبازی های پسر امپراتور را با زن خیش برای او حکایت می کند پرداخت و چنان که همه می خواندند کلمه از آن نینداخت. دهقان به تمام آن لاطائلات با تعجب فراوان گوش داد و چون کلاه خود پهلوان را که به ضرب چوب خرد شده بود از سرش برداشت و چهره او را آلوده به گرد و غبار یافت به پاک کردن آن پرداخت و همین که صورت پهلوان اندکی پاکیزه شد دهقان او را شناخت و بانگ برآورد: وای خدایا، این که سینیور کیژادای خودمان است. گویا نام دون کیشوت در زمانی که هنوز عاقل بود و از نجیب زاده ای سلیم به پهلوان سرگردان بدل نشده بود همین بوده است. آه سنیور کیژادا، چه کسی شما را به این روز انداخته است؟ اما دون کیشوت به جای جواب دادن به سوالهایی که از او میشد همچنان به خواندن ترانه خیش ادامه میداد. دهقان ساده دل وقتی چنین دید زره سینه بند و شانه بند دون کیشوت را به در آورد تا ببیند وی از جای زخم برداشته است یا نه، ولی اثری از خون ندید. آنگاه کوشید که دون کیشوت را از زمین بلند کند و با زحمت بسیار او را بر خر خود که به نظرش مرکبی آرام‌تر بود نشانید. سپس به جمع آوری اسلحه پهلوان پرداخت و همه حتی تکه‌های شکسته نیزه‌اش را از زمین برداشت و بسته کرد و با پشت روسینانت بار کرد. آنگاه به دستی عنان اسب و به دستی افسار خر را گرفت و رو به سوی ده خویش به راه افتاد و خاطرش به هزاران لاطائلاتی که دون کیشوت از بر می‌خواند مشغول بود. دون کیشوت که نمی‌توانست با تن خرد و خمیر خویشتن را بر پشت خر محکم نگه دارد به فکر فرو رفته بود و گاه گاه آهایی می‌کشید که تا به آسمان می‌رفت، چنان که دهقان ناگزیر شد بار دیگر از او بپرسد دردش چیست، ولی گویی شیطان تمام داستان‌های شبیه به وضع خود را به یاد دون کیشوت می‌آورد. چه وی در همین اثنا ناگهان داستان بودون را فراموش کرد و به یاد قصه عرب مراکشی یعنی ابن سراج افتاد. در آن زمان که حاکم آنتکوئرا موسوم به رودریگو دو نوروآزا وی را اسیر کرد و به دژ خود برد، به قسمی که چون دهقان بار دیگر حالش را پرسید و از دردش جویا شد با همان کلماتی که ابن سراج اسیر رودریگو گفته بود و او در کتاب داین دمونتامیور خوانده بود پاسخ داد و آنها را چنان با وضع خود منطبق ساخت که دهقان از شنیدن آن همه یاوه سرایی به شیطان پناه برد. وی از همانجا پی برد که همسایش بی تردید دیوانه است و خواست با شتاب هرچه تمامتر خود را به آبادی برساند تا از خشم اندوهی که بر اثر شنیدن خطبه پایان ناپذیر دون کیشوت به او دست داده بود خلاص شود. خیلی بامزه است. لیکن دون کیشوت هنوز خطابه را به پایان نرسانده بود که چنین به گفته افزود: شما ای جناب دون رودریگو دو نوروآزا باید بدانید و آگاه باشید که این گزاریفا که اکنون وصفش را بر زبان راندم همان دولسینه دو توبوزای زیبای من است که من به خاطر او بلند آوازه ترین دلاورهای پهلوانان سرگردان را که هرگز کسی در جهان ندیده است و نمی بیند و نخواهد دید از خود به منصه ظهور رساندم و می رسانم و خواهم رسانید. خب دهقان گفت: وای بر من گناهکار. آخر ای سنیور، من نه دون رودریگو دو نوروآزام و نه مارکیدومانتو، بلکه پیرو آلونزو همسایه دیوار به دیوار شما هستم. حضرت عالی جناب نیز نه بودون هستید و نه ابن سراج، بلکه همان نجیب زاده محترم سینیور کیژادو هستید و بس. دون کیشوت گفت: من خود میدانم کیم. خیلی جالبه این جمله.
نمیدونه این آدم نمیدونه که کیه، ولی فکر میکنه که میدونه کیه. همه ما یه جورایی اینو خیلی تجربه میکنیم که میدونیم کیم، ولی در واقعیت نمیدونیم کیم. و میدانم که میتوانم نه تنها آن کسان باشم که همکنون نام بردم، بلکه از شهر سواران اثنا عشر فرانسه و از مشاهیر تسعه باشم، زیرا دلاوری هایی که آن پهلوانان با هم و هر یک منفردن کردن هرگز به پای دلاوری های من نمی رسد. این گفتگو و صحبت های مشابه دیگر ایشان را سرگرم کرد تا هر دو به هنگام غروب آفتاب به ده رسیدند، ولی دهقان برای آنکه مردم آن نجیب زاده خسته و کوفته را در آن حال زار نبینند صبر کرد تا هوا کاملا تاریک شد. چون ساعت منظور فرا رسید، دهقان وارد ده گردید و به خانه دنکی شد که آن را پر از آشوب و غوغا یافت درآمد. کشیش و دلاک ده که هر دو از دوستان صمیمی دنکی شد بودند در آنجا گرد آمده بودند و کدبانوی خانه ناله کنان به ایشان می گفت: ای جناب پدرو پرز، نام کشیش چنین بود، شما درباره اتفاق بدی که برای اربابم افتاده است چه فکر می کنید و چه به نظرتان می رسد؟ اینک 6 روز است که او ناپدید شده است و از خود او و یابوی او و نیزه و سپر و زرهش اثری نیست. وای بر من که چه بدبختم. یه لحظه اجازه بدید بریم در ادامه. اومدیم اینجا. آره، دهقان داشت با کشیش صحبت میکرد، پدرو پرز. شما درباره اتفاق بدی که برای اربابم افتاده است چه فکر میکنید و چه به نظرتان میرسد؟ اینک 6 روز است که او ناپدید شده است و از خود او و یابوی او و نیزه و سپر و زرهش اثری نیست. وای بر من که چه بدبختم. من از سرم ضمانت میدهم که همان گونه که مرگ بر حق است، این نیز یقین است که این کتاب‌های لعنتی پهلوانی که اربابم در خانه جمع کرده است و از بام تا شام میخواند مغزش را خراب کردند. خیلی جالبه ها. یعنی کی میاد یه کتاب بنویسه راجبه اینکه کتاب خونی چه بلایی میتونه سر آدم میاره؟ خیلی جالبه واقعا. و از بام تا شام میخواند مغزش رو خراب کرد. اکنون به یاد میآورم که من بارها از او شنیده بودم که با خود حرف میزد و میگفت که میخواهد پهلوان سرگردان شود و در اقطار جهان به جستجوی ماجراها بگردد. شیطان و مردشوی این کتابها را ببرند که چنین حساسترین شعور موجود در ایالت مانش را ضایع کردند. همون مردشور این کتابها رو ببرند منظورش، شیطانش نمیدونم چی. خواهرزاده دونکیشوت نیز به نوبه خود همین سخنان و بلکه بیشتر از آن را خطاب به دلاک ده می گفت. ای استاد نیکولا، نام دلاک چنین بود، بدانید که اغلب اوقات برای دایی بزرگوارم پیش می آید که 2 روز و 2 شب تمام از وقت خود را به خواندن این کتاب‌های شوم می گذرانید و در پایان آن مدت ناگهان کتاب را پرت می کرد و دست به شمشیر می برد و بنای شمشیربازی با در و دیوار می گذاشت. و چون از فرط خستگی از پا در می آمد می گفت که 4 دیو عظیم به قد و قواره 4 مناره کشته است و عرقی را که از تلاش و تقلا از تنش می ریخت خون جراحاتی می نامی که در جنگ برداشته است. حالا سوالی که می رسه اینه که شاید یه مشکل بیولوژیکی داشته این آدم که کتابا بیشترش کردن. خیلی چیز عجیبیه که این کار بکنه.
یعنی به خاطر کتابا نیست فقط، کتابا این آتش توهمش رو شعله ورتر کردن. اینم جالبه. و مثلا فرض کنیم که چند تا آدم دیگه هستن که این شکلی هن و اینا با هم یه گروه تشکیل میدن. دین. سپس آنن یک قدح بزرگ آب خنک می نوشید و احساس می کرد که شفا یافته و خستگی از تنش به در رفته است و مدعی بود که آن آب شربت گرانبهایی است که اسکیف حکیم، جادوگر بزرگی، از دوستانش برای او آورده است. اما گناه اینها تماما از من است، منی که از ابتدا شما را از یاوه سرایهای داییم با خبر نکردم تا پیش از آن که کار به این بدبختی بکشد به علاج او بکوشید و همه آن کتابهای ضاله را بسوزانید، چه در میان آنها بسیارند که مانند کتب کفر و زندقه در خور آتشند. کشیش به سخن در آمد و گفت و من نیز بر همین عقیدم و فردا آفتاب غروب نخواهد کرد مگر اینکه جشن کتاب سوزان برپا شود و همه آن کتابها را به میان آتش در اندازند تا دیگر در سر کسانی که آنها را میخوانند سودای دست زدن به کارهایی که دوست بیچاره ما کرده است نیفتد. تمام این سخنان را دون کیشوت و دهقان از بیرون در چنان به وضوح میشنیدند که این یک سرانجام پی به مرض همسایه خود برد. این بود که با تمام قوا بانگ برآورد لطفاً در به روی سنیور بودون و سنیور مارکیدومانتو که به شدت زخم برداشته است و به روی سینیور عرب ابن سراج که پهلوان رودریگو دونارو اولوواز دلاور حاکم آنتکرا وی را به اسیری در آورده است بگوشید. این دید که فقط اینجوری میتونه اینو هندلش کنه و همه به شنیدن این صدا بیرون دویدند و همین که گروهی دوست خود و برخی دایی و ارباب خود را که از فرط ناتوانی هنوز از خر به زیر نیامده بود شناختند، با اشتیاق در آغوش کشیدن او به استقبال شتافتند. دون کیشوت بر ایشان بانگ زد و گفت همه بر جا بمانید، من بر اثر خطای اسبم سخت مجروح برگشتم. مرا به بستر ببرید و اگر ممکن است ارگاناد حکیم را با خبر کنید تا بیاید و بر زخمهای من مرهم بگذارد. اینم یک خطای دیگه دون کیشوته که اشتباهات یا بگیم نقص خودش رو اصلا نمیبینه، میندازه این موقع اسبم بود من اصلا. کدبانو بانگ برآورد که ها من به شما چه میگفتم؟ مگر دلم گواهی نمیداد که اربابم چه مرگش است؟ خب ارباب بیایید بالا، خوش آمدید و ما بیان که نیازی به احضار ارگادا یا بورگادای حکیم باشه به خوبی میتوانیم زخمهای شما را مرهم بگذاریم. من یک بار و بلکه 100 بار دیگر میگویم لعنت بر این کتاب‌های پهلوانی که حضرت عالی را به این روز نشاندند. باری دون کیشوت را فوراً به بسترش بردند و چون سرتاپ‌های او را معاینه کردند نشانی از زخم نیافتند. آنگاه دون کیشوت به ایشان گفت من به جز کوفتگی ناشی از افتادن از اسب دردی ندارم، چون در حینی که با 10 تن از لنده هورترین و هولناکترین دیوان که نظیر ایشان را نیمی از ربع مسکون نمیتوان دید به نبرد مشغول بودم. اینی نمیخواد باور کنه که چند تا آدم معمولی اینو اینجوری کتک ایستادم و من خیلی با همزاد پنداری میکنم. آره، در حینی که با 10 تن از لنده هورترین و هولناکترین دیوان که نظیر ایشان را در نیمی از ربع مسکون نمیتوان دید به نبرد مشغول بودم. ملکه من روسینان در زیر پای من از پا در آمد.
قیافه روسینانت اینجا دیدنیه. کشیش از جا پرید و گفت وای وای، باز که دیوان به رقص در آمدن. به علامت صلیب سوگن که فردا تا قبل از غروب آفتاب تمام کتاب‌ها را خواهم سوزاند. سپس حاضران هزاران سوال از دون کیشوت کردند. ولی او تا غذایی نمیخورد و خوابی نمیکرد نمیخواست جواب بدهد، چون میگفت که به این دو چیز بیش از هر چیز نیازمند است. هر قشنگ ترجمه کرد. فرمان او را اطاعت کردند. کشیش به تفصیل از دهقان جویا شد که با دون کیشوت به چه وضعی برخورد کرده است. دهقان حکایت را بی کم و کاست برای او نقل کرد و حتی یاوه‌سرایی هایی را که در حین یافتن دون کیشوت و در هنگام باز آوردن او به ده از وی شنیده بود از قلم نینداخت. این داستان هوس کشیش را تیزتر کرد تا آنچه را که فردای اون روز میخواست بکند حتما انجام دهد، یعنی به سراغ دوست خود استاد نیکولای دلاک برود و هر دو با هم به خانه دون کیشوت 3 رفتیم تو فصل 6. جالب تمامش کردیم فصل، مثل فوتبالیستا. ادامه در قسمت بعد. مرسی از اینکه این قسمت رو دیدین. امیدوارم که در ادامه ببینمتون. فعلا خداحافظ.